هموطنان عزیز سلام. امید می‌کنم که جور و صحتمند باشید در هر گوشه کنار از دنیا که هستید. دوستای عزیز خواستیم یک دونه ویدیو درباره امضای پاسپورت آفلاین بلدشم ضبط کنیم. دوستای عزیز یک اطلاعیه جدید تازه از طرف ریاست پاسپورت به نشر رسیده که گویا کسایی که میخواین پاسپورت آفلاین بگیرن فعلا پاسپورت آفلاین بند به خاطر که ازدحام زیاد مردم به خاطر سردی هوا. بعضی از کسا شکایت کردن که مردم خیلی زیاد میاد پاسپورت آفلاین فعلا بند کردن. و زودی قراره که پاسپورت آفلاین در 6 جای واشنه که 4 جایش کسا در کابل واز میشه و 2 جای دیگه کسا در ولایت ها واز میشه. بیننده های عزیز دوستای عزیز خدا کنه که از این ویدیو از ما لذت برداشتین و ویدیو مورد پسند و علاقهشم قرار گرفته. دوستای عزیز اگه میخواین خبرهای جدید درباره پاسپورت و تذکره های آفلاین در دست بیارین، چینل از بر حمایت کن، چینل از بر لایک کن، سابسکرایب کن. ما همیشه همیت ویدیوهای تاپ و آموزنده بلدشم تهیه کنیم تا ویدیو بعد. الله یار و مددگار.